مشکلی که جناب رحمانوف امام شریفویچ در جلسه مامین شمالی سابق کمونیستا را گفت که چرا آواز نمیتیه با تأسیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یک حزب دینی که حزب سیاسی که خاراکتر دینی دارد، این را مگه شما به وجود آورده؟ حتی گفت که این داملا نوری را شما خودتون به وجود آورده. چرا امروز مخالف؟ این ثمره شما است. یعنی این یک معنی دیگه هم داره. معنیش همین است که شما هم وقت فشار آورده، راه نداده، بنابراین اینو با وجود اومدن. امروز چرا مخالفت میکنی؟ لیکن من در همین جا یک چیزی اساسی را خدمت شما عرض کنم که واقعا فشارها شورشگرها را به وجود میارن و نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود عامل‌های دیگری که هم داشت، لیکن این فشارها باعث شدن که آدم دیگر از جانش میگذرد، از هستی و زندگیش میگذرد، میدونه که زندان میشود، میدونه که حبس میشود، میدونه که ممکن که با بلاهای زیاد دچار شود، ولی میگه بگذار با کدام بلای گرفتار شود، ولی باید که برای آزادیش یگان کاری بکنه. امروز ملت این کشور مال همه ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. ما برای آن صلح کردیم که همه در خواهش خودشون آزاد باشند، فعالیت‌های خودشون را بکنند. هر کسی که هر حزب، سازمان، حرکت را که همین مردم انتخاب کنند، ما اطاعتگر اون هستیم و همه در آرمان‌های خودشون، در خواهش خودشون ما آزاد باشیم. یگانه راه نجات، یگانه راهی که بار دیگر جنگ ایجاد نشود همین است. وگرنه مردم ما و چنین احزاب، حرکات، گروه ها، منطقه ها و این چیزها جدا شده اند. دیگر از این راهی گریز نیست. آن کس میتواند که این ملت را به هم جمع کند و وحدت ملی و دست بیارد و آن کس میتواند که این کشور را از این عقب ماندگی و از این مشکلات نجات بدهد که راه را برای آرمان همه ملت باز کند. هر کس که صدی راه میشد فکر میکنم و باوری هم دارم که شکست. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم حضور همدیاران عزیز و بینندگان گرامی. سلسله گفتارهای خود را ادامه میدهیم. 12 سال قبل 9 آگوست سال 2006 یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس کمیسیون رشدی ملی استاد سید عبدالله نوری از دنیا درگذشتند و امروز می‌خواستیم که راجع به فعالیت کار و زندگی ایشان صحبت داشته باشیم و در برنامه ما امروز حضور دارند یکی از پیروان و تربیت دیدگان مکتب استاد سید عبدالله نوری، استاد محیدین کبیری شرکت دارند در اینجا و همچنین یکی از شاگردان استاد که همیشه در پهلوی استاد بودند و شاگرد از شاگردان ایشان بودند، استاد محمد سعید رضایی، ایشان رو به برنامه خوش آمدید میگیم. و همگان معلوم است استاد که از استاد سید عبدالله نوری، از میراث استاد سید عبدالله نوری امین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و امروزها راجع به این شخصی بزرگ که ایشان یکی از طرف صلح بودند و بعضی از دایره و مقامات ها بخصوص مقامات کشور ایشان را یک طرف صلح حتی نمیدونند
و حتی نسبتش در رسانه ها و یا اتهامات زیاد هستند و شما همچون یک پیروی این حرکت و یکی از شاگردان ایشان چی گفتنی دارید؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از همه دعا میکنم که پروردگار روان استاد نوری و همه دیگر بزرگان و شهیدان را از ما و شما راضی کرده باشد، شاد باشد و خداوند جاشون را جنت کند. واقعا موضوع بسیار مهمی را شما امروز مطرح کردید، چون هم سالگردی در گذشته ایشان هست و هم این شب و روزها بالای مکتب ایشان و چطوری که شما گفتید میراث اساسی استاد نوری، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشار و تهمت‌ها و توطئه‌های زیاد راه اندازی شده است و شاید یک فرصت خوبی هم باشد، یک بهانه خوبی هم باشد برای پرداختن به بعضی از پهلوهای زندگی این شخص. و این البته نه به معنی آن است که ما همچنین رد یا جواب به این تهمت‌ها کرده باشیم، چون شخصیت استاد نوری جایگاهی او بالاتر از این تهمت‌ها هست. نه تنها ملت تاجیک بلکه جهان او را همچنین یک مرد صلح میشناسد. اما خیلی بی‌انصافی میبود و ظلم میبود نسبت این شخصیت که درباره حیات، درباره پهلوهای گوناگونی فکر و اندیشه ایشان صحبت نشود. من خلاصتا اگر بگویم، چون چارچوب این صحبت امکان نمیدهد که مفصل درباره پهلوهای گوناگونی زندگی و افکار استاد نوری رحمت الله علیه صحبت کنیم، اگر خلاصتا بگویم من ایشان را همچون یک مرد صلح میشناسم و مردی که نمیگم که تنها نفری بود که برای صلح تاجیکان زحمت کشید، اما اگر از روی انصاف صحبت کنیم شاید که بیشتری تلاش را از بین همه تاجیکان محض استاد سید عبدالله نوری داشت و استاد نوری در حالت صلح کرد که در حالت پیشرفت بود. اگر دیگران در حالت عقب نشینی و ضعف صلح کرده باشند، استاد صلح را در حالت پیشروی و پیروزیش کرد. اما حالا جدا از این چند نکته خیلی مهم است. من فکر میکنم که نسبت استاد نوری یک ظلم تاریخی صورت گرفت و این ظلم نه تنها از طرف رقیبانش که این طبیعی هم هست، حتی از طرف خود ما هم دارد این ظلم صورت میگیرد. منظور من از طرف شاگردان، پیروان و طرفدارانش، چون ما بالاخره همه ملت تاجیک استاد را در قالب یک حزب داره معرفی میکنیم و این واقعا یک ظلم است نسبت این شخصیت. استاد نوری شخصیتش، افکارش، اندیشش، عملهایش فراتر از یک حزب بود، حتی فراتر از یک کشور بود. شخصیت جهانی. اما ما داریم او را همیشه تلاش میکنیم در قالب یک حزب معرفی کنیم. هم دیگران این کار رو میکنن و خود ما هم گاهی به این کار دست میزنیم که با نظر داشتن رقابت‌های حزبی و گروهی بعضیا نه به خاطر آنکه به استاد نوری هجوم کنند، بلکه به خاطر هجوم به یک حزب دیگر میروند به سراغ رهبر و مؤسس این حزب که خود استاد نوری هم هدف قرار میگیرد. بنابراین وقتی اون رسید است که اول خود ما دیگر شخصیت استاد نوری را همچنین مناپول نکنیم، به اصطلاح این منحصرانه رفتار نکنیم، بلکه همچنین یک شخصیت ملی بدونیم فراتر از یک حزب. و از طرف دیگر من طرفدار مبالغه زیاد هم نیستم. یکی از عامل‌هایی که میتواند به شخصیت ضربه بزند این مبالغه در اطرافش است، در بارش است، چه شخصیت‌های زنده باشد چه گذشته. اگر ما خیلی با انصافانه و عادلانه رفتار کنیم، استاد نوری نیاز به یگان مبالغه و دروغ ندارند. شخصیتش، جایگاهش، عملهاش به اون حد بزرگن و فراگیرن که دیگر همون نیست که اگر 50% شخصیت ایشون عملها و گفتارشون ما با انصافانه و از روی عدالت بیان، کافی است که اون هم یک شخصیت ناتکراری ملی معرفی شود و قبول شود. من چرا گفتم که مرد صلح بود؟ اجازه بدید من فقط یک نکته رو براتون بگم، چون که امروزها همیشه میگن درباره اون که استاد نوری جنگ رو آغاز کرد، حتی فیلم هم پخش کردن. تیکه های صحبت های ایشان رو که از یک حالت بسیار دشوار هست که در حالت دارن طرف دیگر میکشد و استاد نوری هم یک صحبت های در اون باره کرده است درباره دفاع از خود، این رو همچون نشانه جنگ خواهی استاد نوری و دعوت به جنگ او معرفی میکنن که خیلی واقعا بی‌انصافانه است. خیلی تهمت که یک طرف، خیلی نوجوان مردان رفتار میکنن.
وقتی که یادم هست کمیسیون اشتی ملی ایشون که شما معرفی کرده رئیس کمیسیون اشتی ملی، حالا رحمان دیگر حکومت با عهدنامه از همون اول دیگر پایبندی نشان نداد و کشالکاری کرد. یادم نیست حالا کدام قسمتی سازشنامه را رعایت نکرد. خلاصه کمیسیون اشتی ملی قسمت اپوزیسیون کارشکنی کرد و اعلام کردن که تو اگر این سازشنامه از روی گرافیک اجرا نشود ما سر کار برنمیگردیم. و چند مدت 2 هفته و 3 هفته کمیسیون اشتی ملی کارش را تعطیل کرد و بعدا کار به این حد رسید که همه اعضایان کمیسیون اشتی ملی از طرف اپوزیسیون و قماندان ها رفتن ملاقات با رئیس جمهور در اداره رئیس جمهور و گفتن که خب چرا سازشنامه رو رعایت نمیکنید، چرا عقب نشینی میکنید شما. آقای رحمان خیلی باشیده گفتن که وضعیت تغییر کرد، شرایط دیگر شد، روسا و ازبک‌ها بالای من فشار میارن که اگر سازشنامه اجرا شود ما دیگر وضعیت شما رو تنگ خواهیم کرد، که البته دروغ بود چون که روسا هم خودشون کفیل سازشنامه بودن و ازبک‌ها هم هیچ بحث بالای سازشنامه نداشتن. اما به هر دلیل گفت که این طرز مسئله گذاری شما این هست که پس باید اعلان جنگ کنیم از نو. یعنی پافشاری شما برای اجرای سازشنامه 100% معنی جنگ رو دارد از نو. شرایط دیگر شده است. ما این سازشنامه رو در یک وقت دیگر امضا کردیم، حالا وضعیت دیگر شده است. اگر جنگ اعلان کردنید ما تیار هستیم می‌جنگیم با همین لفظ. وضعیت خیلی بحرانی بود و خیلی همه تعجب کردن که چگونه رئیس جمهور بعد این سازشنامه باز از جنگ صحبت میکنه. حتی یک جمله را که مردم محل استفاده میکنن می‌جنگیم خدا به هر کسی بتیاد. یعنی رئیس جمهور بود. خیلی وضعیت نگران کننده شد، بحرانی بود و استاد نوری با درایت با اون امکاناتی که داشتن و هنری که داشتن وضعیت رو آرام کردن. بعد آقای رئیس جمهور هم شروع کرد به جنگ نیست دیگر، هیچ کس اجازه نمی‌دهد، نباید به اون حرفای او باور کرد و عقل نشینی می‌کرد. رحمتی استاد یک جمله گفت که هنوز دیدیم است، گفت که 10% چی اگر 1% احتمال آن باشد که این آدم از نو جنگ میکند من عقل نشینی میکنم به خاطر ملت، به خاطر تنجی و آبادی. حتی 1% هم باشد، چه رسد به 10% شما میگید. خب یک طرف که احمق شد جنگ میخواد، ما باید مسئولیت ما بیشتر از رئیس جمهور است، باید که این صلح رو حفظ کنیم. ببینید یک نفری که در همه مرحله عقل نشینی کرد به خاطر صلح و امروز همچنین یک جنگجو معرفی می شود و من فکر میکنم که یک ظلم به انصافی بسیار بزرگ نسبت این شخصیت است. ولی من فکر میکنم با گذشت وقت تاریخ حرف خود را خواهد زد. شخصیت استاد نوری شخصیتی هست که نیاز به وقت دارد. این شرایط که تغییر کرد عوض شد، حتما اون نفران که الان در قدرت هستن که از قدرت رفتن، اون گاه ما جلوی واقعی شخصیت استاد نوری رو در آینده خواهیم دید. من شاگرد استاد نوری در نزد استاد نوری زانو کار کردم و سبق آموختم، درس دینی، اخلاقی، ادبی، حتی مکتب سیاسی را هم از پیش ایشون گذشتم. خب میخوام اول همون گونه که استاد هم در سخنشون اشاره کردن و گفتن که نه مبالغه باشد و نه سهلنگاری. واقعا هم همین اساس میخوام که یکی از یادداشت خود نسبت استاد بگویم. اون چیزی که من برداشت میکنم، البته من در اون جایگاهی نیستم که شخصیت استاد را به دیگران معرفی کنم. خیلی من کوتاه میگم که بتونم که اون گونه‌ای که استاد هست اون خیلی من را معرفی کنم یا که به دیگران برسونم. اما اون چیزی که برداشت من است، خب از این مدت‌هایی که با ایشون بودم بتونم که یک چیزی را بگم. من میتوانم بگویم که استاد نوری واقعا هم در رده مجتهدها بودن، مجتهدین قرار داشتن. علاوه بر اون که در این درجه قرار داشتن، اما به صاحبان مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر صاحبان مذهبی که هستند احترام بسیار کلی داشتن. من برایش بگم که در رده امام های مجتهدین قرار داشتن، چون ایشان مسئله اجتهاد همین صلح یک طرف دنیوی ها بودن و یک طرف به اصطلاح یعنی دینی ها و این اجتهاد میخواست. من وقتی که در
پاکستان بودم. یکی از مفتی‌های پاکستان در یکی از گازیت‌های مشهوری همون پاکستان که جنگش میگن گنگ است، اما جنگ میگن، در مجله جنگ بود که در کراچی چاپ میشد، اعلام کرد که اتفاقی صلحی بین دیندارها و دنیوی ها حرام است. اما استاد برای من مکتوب فرستاد و من را همچون نماینده به نزد همون مفتی روی کرد که ما یک مجموعه علما داریم در این جنده و در هر منطقه بر اساس تعلیمات اسلامی شورای علمای ما که هستند، همچون شورای جهادی داریم یا شورای علمایی که ما داریم در این منطقه خودمون، صلاحیت این را دارد که بر اساس دانش خودش به همین وضعیت منطقه و کشور ما یک فتوایی بدهد. خواهش میکنید که شما از فتوای خودتون بگردید. ما دلیلی کافی بر این داریم و بر اجتهاد به این رسیدیم که ما باید که با دنیوی‌های خود، با همشهری ها و وطن‌های خود صلح کنیم و به کشور برگردیم که این واقعا هم جرأت اجتهاد را دارد و اینکه او احترام برای مثلا که ائمه خودش، صاحب مذهبی خودش داشت. من در بسیار سفرها هم بود استاد بودیم. یکی از سفرشون خیلی طول کشید، 40 روز بود. اون وقت هم کمیسیون مشتی ملی را رهبری میکرد. ما در امارات عربی و در کشور سعودی عمره کردیم و بسیار کشورهای خلیجی را گشتیم با دعوتی از همون مردمی همون ترجمه. خب در اونجا وقتی که ما رفتیم در یک جلسه بودیم، زیاده از 70-80 100 نفر، صحبت‌ها خیلی طولانی رفت. وقتی نماز پیشین شد، ما از منطقه‌ای که جای خوب داشتیم باز یک جای رفته بودیم که قریب باز علاوه بر اینکه با مسافر بودیم باز 100 کیلومتر بیشتر رفته بودیم. مثلا در شارجه قرار داشتیم، شارجه امارات، و ما به ابوظبی رفتیم که بین ما باز هم یعنی بین کسایی که اونجا جمع شده بودن یعنی سفر بود و باید که نماز قصر می‌خوندیم. وقتی خواستیم برای نماز ادا کردن نماز پیشین، همه استاد را صحبت‌های خوب کرد، بسیار خوب داشت. پیش تکلیف کردن که استاد پیش بود راید. او گفت که من سراسیمه هستم. بله، گفت من سراسیمه هستم، من در کار میخونم. بسیاری از اونها هم گفتن که ما هم در کار میخونیم. بعد از اون پیشین را خوندیم. وقتی پیشین را خوندیم، عادتاً در دیگر مذهب‌ها غیر از مذهب امام اعظم خب جمع میکنن. شروع کردم قامت گفتن برای نماز عصر را خوندن و استاد از پیش آمدم قفا گفتن که شما جمع نمیکنید. استاد با همون کلمه های لطیف زیبای عربی که گفت که ما در تقلید مذهب امام اعظم ما جمع نمیکنیم، ما اقتدا میکنیم. احترام به مذهب شافعی ما با شما اقتدا میکنیم، اما ما در سفر هم جمع نداریم. ولی وقتی که ما نیت کردیم نماز را خوندیم، بعد از اون خواستم من سوال کردم از استاد، گفتیم استاد ما عصر واقعا خوندیم؟ گفت هیچ گرمی ما در کرد، همراه برادرها خوندیم که وقتی عصر اومد بود در رکعتی که بخونیم، چون که مذهب ما جمع نمیکند. و وقتی عصر شد در رکعتی دیگر میخونیم، ولو با احترام برادرها و صاحب مذهب ما اینجا در رکعت همراه اینها خوندیم. ببینید این احترام شد به صاحب مذهب و مذهبی خود، تقلید خودش و مذهب چگونه است. اما در جای اجتهاد، یعنی اجتهاد کردن که باید که در این مرحله اگرچند که یک قسمتی از علمای دین هم به این مخالف اومدن که دنیوی یعنی دینی ها با دنیوی ها نمیتوانند که سر یک میزی معاهده بشینن و عهد و پیمان بکنن، حرام است حتی گفته بودن، اما اجتهاد کردن و گفتن نه این کار شدنی است و این دلیل شرعی برای این کار داره. یعنی من میگم که استاد نوری در همین سطح بودن. اما حالا که شما میگویید که سوال در این زمینه محمد سید اگر راجع به قبل از آن که با موضوع دیگر بگذاریم بیاد همین خوب می‌بود که جنبه فکری و علمی استاد نوری را کمی بیشتر بحث کنیم، چون فکر میکنم برای بیننده ما و شما هم این مسئله مهمتر باشد در این شب روز از موضوعهای دیگری که اینجا سوالهایی که مطرح شد. در ادامه صحبت‌های شما با آنچه که قبلا هم گفتم، من گفتم که نسبت استاد نوری یک ظلم تاریخی صورت گرفت، از اون جمله ظلم علمی هم صورت گرفته است. استاد نوری چون گرفتاری مسائل صلح‌سازی و سیاسی گشتند و مسئولیت بسیار بزرگی کشور و ملت به دوششان بود که باید به ملت صلح را تامین می‌کردند، نتوانستند جنبه علمی خود را پورا باز کنند
وگرنه از اعتقاد من اون استاد نوری که من میشناختم جنبه علمی و فکری ایشان کمتر از جنبه سیاسی و صلح آفرینیش نبود، اگر شاید قوی‌تر هم باشد. اما چون گرفتاری‌های سیاسی، مشکلات حزب، تشکیلاتی، گفت و شنیدها و حتی بعد از صلح هم نگه داشتن صلح اونقدر وقت میگیرد، زحمت میخواست که دیگر استاد نوری نتوانستن اون توانمندی فکری و علمی که داشتن اون رو منظم کنند در چارچوب کتاب‌ها، صحبت‌های علمی به جامعه معرفی کنند. حالا وقتی اون رسیده است شاید که شاگردان، پیروان و کسان دیگر اون اندیشه‌های پراکنده که مدون نیستند اکثرشون، اونها را استنباط کنند از صحبت‌ها، از نوارها و در شکل مدون به ترتیب در آورده شد. همون طوری که بسیاری از بزرگان گذشته هم اون وقتی که از آثار اونا رو مطالعه میکنیم معنی نداره که خودشون قلم به دست اونا رو نوشتن. بسیاری از کتاب‌ها و نوشتارها، فتواها اینها نتیجه کار و عمل شاگردانشان هست. اینا رو وقتی اون رسیده است که ما شخصیت استاد نوری، شخصیت سیاسیش رو از شخصیت علمی و فکریش جدا کنیم و منم کاملا راضی هستم که اون اجتهادهای بسیار جوانمردانه و شجاعانه که نه همه عالم دارد، ما عالم زیاد داریم ولی اجتهاد جسارت میخواهد که انسان حتی بعضا مجبور میشود که بر مقابل رأی قبلی خودش نظر بدهد، بر مقابل رأی افراد تابعش، پیروانش نظر بدهد. گاه بظاهر مخالف حتی گاه هم میشود که ببینید بعضی میشود که یک آدم به یک نتیجه میرسد در نتیجه مطالعه ولی میترسد از عوام، از پیروانش که این حرفی رو چگونه قبول میکنند و خودش تبدیل میشد به مقتدیانش، پیروانش که اینم در تاریخ ما خیلی زیاد صورت گرفته است و اکثر علمای ما که جسارت رو از دست میدین به خاطر ناراحت نکردن عوام هست. اما استاد نوری این جسارت رو داشتن و من نظرم این است که این مهمترین نکته‌ای که هست که باید ما در آینده در اطراف این شخصیت صحبت کنیم و نه تنها درباره تنها استاد نوری، ما بسیار شخصیت‌های دیگر داریم داشتیم و هنوز هم داریم که متاسفانه این پهلوی فعالیت و آثار آنها پنهان مانده است و امید دارم که در آینده شاگردان این کار انجام خواهند داد. خیلی خوب اشاره کردید. من هم به اون سوالی که آقای مجری دادم بود می‌خواستم یک اشاره کنم باز به اون چیزی که شما تاکید کردید و همون چیزی که بگم. بله. خب این سوالی که با ما مطرح کردید باز وقتش هم میآید و شخصایی که به این متخصص این هستند برای او جواب میدهند. خب حالا من در اون چیزی که استاد اشاره کردن در نسبت استاد باید همین هم تاکید کنم که واقعا هم تاجیکستان شوروی قبل از استاد نوری رحمت الله علیه و همزمان با استاد نوری و بعدی او هم علما و دانشمندان زیادی دینی را هزارها میتونیم بگیم که عالم‌ها، دانشمندهایی که در هر ساحه، در ساحه فقه، تفسیر، در منطق، در معانی، در لغت، صرف و نحو عربی مهارت دارن تربیت کرد و حالا هم دارد از این نوع تربیت میکنند. اما باید ما اعتراف کنیم که استاد نوری یعنی از اینها فرق میکرد، جایگاه خودش داشت. یا بر اون که یک شخصی یعنی خارج شده از مدرسه دینی بود، ما معلومات علمی دینی بود می‌بینیم که در پیش استادها ابتدا از پدر خودش مرحوم شروع کرد و بعد از آن با استادهای بود شخصیت‌های یعنی دانشمند سبق آموزی کرد، تعلیم گرفت. اما جایگاه او از دیگرها فرق می‌کرد. واقعا در تاریخ ملت‌ها بسیار شخصیت‌هایی هستند که ما در تشکل ملت خودشون یا اینکه مشکلاتی که به سر ملتشون میآید یا اینکه نشان دادن ملت خودشون همچون دانشمند، همچون ادیب، همچون یک شخصی سیاسی معرفی میکنن جهت‌های مثبت کشور خودشون. استاد نوری در این ساحه بتونیم بگیم که شخصیت از همین نقطه امتیازشون فرق کردنش از دیگر دانشمندان در همین بود که برای ملتش
برای در تشکل ملتش و معرفی کردن ملت همچون توجیهی که همچون شخصی با فرهنگ و در برداشتن مشکلاتی که بالای ملت اومد، حالا جنگ داخلی از هر چیزی که باشد، خب این که یک طرفی اساسی صلح و گذشت‌ها با اجتهاد خودش اینها را برطرف کرد، از همین جهت از دیگرها فرق میکرد. مثلا من یک چیز یاد دارم، وقتی که من دهه 79 سال 1979 آخرها تیرما بود که من نزد استاد نوری رفتم و سال 80 بود، همین وقتا بود که ما همچون چی میگن گروهی نوی که جوانهایی که اعضای تشکیلاتی نهضت میشیم شامل شده بودیم و یک سخن شد از استاد من یاد دارم که استاد نوری مثلا میگه که خب یعنی حالا ما همین رو بگیم استاد نوری روس را همچون متجاوز میدونست، یک کشوری احتلالگر میدونست، بلشویک‌ها را بله همین خیلی میدونست و میگفت که اونها با ظلم بالای مردم بومی ما یعنی همین منطقه حکومت کرده هستند. دانشمندها، خب علما و هر کسی که با اینها منسوب بود اونها را از بین بردن و چند مدتی بالای ما حکم کردند و اسلام را، دین ما را، آیین همین مردم را برای مردم تحریف کردند. اما من میخواهم که واقعیت دین را، واقعیت این اسلام را برای مردم نشون بدیم. یعنی من میگویم که دین، یعنی اون چیزی که ما با او تقلید داریم یا که پیروی اون دین هستیم، یعنی عبادت در داخل چارچوبه مسجد یا اینکه همون عرف و عادت‌هایی که از قبیل تاقیوار و نمیدونم صدقه و خیراتی که در کشور ارتش اینها و در کشور شوروی و حالا در کشورهای پسا شوروی منطقه یعنی چی میگن شورای علمای دینی با او مشغول است. به این کارها تنها این نیست دین، دین خیلی نیست، بلکه من میخوام که از بین چارچوبه مسجد و از این فاتحه خونی و از قبر و از مرده و از زنده و از اینها دین را برارم از این چارچوبه و برای مردم نشان بدم که دین یک حیات است، دین عقیده است، دین زندگی است، دین خب یک جزئی از حیات مردم است، تنها این چیز نیست. یعنی از همون وقت همین چیز را فکر میکنه. یا اینکه درباره تشکل ملت خودش میگه که ببینید یعنی نوعدالتی که تو امروز دوام داره، میگه که فرزندان را ما به خدمت ارتش شوروی روان میکنیم، لیکن 80-90% فرزندهای ما میروند در اون جنگل در قسمت‌های همون چی میگن استرویبت میگفتن اون وقت در اونجاها خدمت میکنن، ساختمانی و اینا خدمت میکنن. خب ولی فرزندهای ما هم در جایهای مهمی استراتژی مهمی که برای که یک کشور هست در اونجا برای خدمت بکنن، در دانشگاه ها هم همین مقام را داشته باشند. یعنی همان گونه که در یک گوشه سهم همین کشور بزرگ شوروی تاجیکستان یک چیزی سهم میرسوند، مردمش هم باید استفاده ببرن از اون چیزی که پیشرفتی است و دیگر است. یعنی این چیزها را در فکر شد. تشکر. این چیزایی که فرق می‌کنه. یک سوال داشته باشم. خب ببینید در سالهای 1995-97 اتحاد نیروهای اپوزیسیون توجه بگیم که خیلی موفق بودن. خب هم از سمت بدخشان و منطقه رشت همه تحت نظارت کنترل نیروهای اپوزیسیون بودن. قماندانان سرحدی تا رامی تو اطرافهای دوشنبه و حتی سمت پنج و دیگر نواحی فقط حدود یک دوشنبه کوچک باقی مانده بود و دیگر همه اکثر مناطق کشور تحت نظارت نیروهای اپوزیسیون و قماندانان صحرایی بودن. خب چی مجبور کرد و چی وادار کرد به نظر شما با استاد نوری که اومدند و با این صلح راضی شدند؟ بعضی میگن که خب شکروان احمد شاه مسعود و یا که استاد ربانی درخواست کردن و یا که کشوری مثل کشورها مثل ایران وای کردن، فشار آوردن تا که نیروی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با رهبری استاد با کشور با حکومت همون وقت رحمان با کنار بیاین. منظورش ببینید شما حالا گفتید که تنها دوشنبه مونده بود، دیگر همه منطقه‌های شرق کشور در
حتی از طرف کلوب هم ببینید که اطراف همه کوه‌ها در اختیار نیروی اپوزیسیون بودن. من میگم دوشنبه حتی همین مرادرای در اونجا همین دهه‌های اطراف دوشنبه هم مثل تپه سمرقندی و میکنیمو در اطاعت علاقه نیروهای اپوزیسیون بود و نه تنها دوشنبه بلکه خود قصر ریاست جمهوری در ترسی نیروهای اپوزیسیون قرار داشت و همین چیز وادار کرد طرف دیگر رو که مجبور به صلح شود. اما چرا استاد نوری صلح کرد و چی رو وادار کرد؟ استاد نوری در یکی از صحبتاشون یادم از گفته بود که من سپارش و یا هدایت رو برای صلح از قرآن گرفتم. یک جمله خیلی زیبا داشتم. بعدا شما اگر نوارهای تاریخی رو بگیرید از روی انصاف بهاگذاری کنید در صحبت‌های در افغانستان در دیگر جا همیشه استاد نوری درباره صلح گپ می‌زدن. استاد نوری شخصی بود که برای صلح در وقتی در قرغان تپه هنوز دوشنبه ناماده بود اونجا شروع کرده بود برای صلح. به نظر من در حیات خاروق هم بودن ایشون برای سفر خاروق برای صلح. و حتی در یک صحبتشون در ویدیوش اخیراً من تماشا کردم میگن که متاسفانه طرف حکومت رو گناهکار میکنن با نام کلمه رژیم رو استفاده میکنن که آماده صلح نیست و نمیخواهد صلح کند. و استاد نوری چون یک شخص قوی بودند و صلح رو در حالت قدرت پذیرفتند. اونا چون از روز اول وقتی که هجرت کردن به افغانستان به خاطر دفاع از خود هجرت کرده بودند. اگر نیروهای کشورهای بیگانه نمی بود این جنایتکاران مسلح نمی بودن هیچگاه استاد نوری وطن رو ترک نمی کردن. اینا برای همین در مسئله صلح‌خواهی و صلح آفرین استاد اصلا ما نباید زیاد بگیم برای اینکه یک مسئله مثل آفتاب روشن است. اما بعضی پهلوهای دیگری صحبت رو که جناب داملو محمد سعید اشاره کردن من درباره حالا برگردیم یک کمی به مسئله علمی و بعدا حتما درباره پهلوی دیگری فعالیت استاد خواهم گفت. استاد نوری یک عالم و یک مجتهد عملگرا بودند. ما داریم در تاریخ اسلام علما و مجتهدان داریم که صدها جلد کتاب نوشتند و کتاب‌های خیلی ارزشمند اما هیچ کس نتوانسته است حتی یک صحیفه از نوشته‌های آنها را عملی کند و حتی خودشون نتوانستند نوشته‌های خودشون را عملی کنند و در اولین قدم برای عملی کردن این جلدها کتاب شکست می‌خورند. یا خدا شکست می‌خورد یا اینکه بعد از وفاتش دیگران میخوان تطبیق کنن شکست میخورن. یعنی وقتی ما یک عالم رو بها میگذاریم یا یک مجتهد رو بها گذاری میکنیم نه به شماره کتاب‌های نوشته‌اش باید بها گذاری کنیم. یک طرف میتواند یک نفر صدها کتاب بنویسد با جمله‌های زیبا با استنباط‌های قشنگ زیبا خوب اما وقتی ما میخوام رو عملی کنیم میبینیم که اون کارساز نیست. استاد نوری همچنین یک عالم یک پیشوا و من معذرت میخوام پیشوای فکری البته نه به معنای سیاسی که امروز استفاده میشود همچنین یک مجتهد خیلی عملگرا بودن. اگر شما استاد نوری سالهای 90 رو با سالهای 2005 مقایسه کنید تفاوت خیلی زیاد است. چرا؟ برای اینکه استاد نوری هیچگاه یک انسان شخص شده نبودند. مثل بعضی علمایی که حرفشون در دوام 40 سال تغییر نمیکند. استاد نوری خیلی انعطاف پذیری داشتند و مکان و زمان رو به نظر می گرفتند و این جسارت رو داشتند که نظر خود رو تغییر بدن در بسیاری از مسائل ها. بنابراین همین ما وقتی که سراغ میراث فکری و علمی یک انسان میرویم باید جنبه عملگرایی را به نظر بگیریم و برای همین در اول صحبت شما هم خوب گفتید که میراث اساسی سیاسی فکری و علمی استاد نوری همین حرکت همین راه و همین مکتب مصالحت آمیز هست. حتی ببینید شما امروز هم چقدر تهمت‌های بالا این مکتب میزنند جهان قبول ندارد چون ریشه و بنیادش را استاد نوری در اساس منطق در اساس ارزش‌های والای اسلامی منفعت‌های ملی و خیلی اندیشه‌های معتدل ریخته بود که امیدواریم تا آخر همین شکل و با همین راه خواهد رفت. اما در یک مسئله بسیار مهم است چون وقتم اجازه نمیده من خیلی مختصر میخوام بگم در مسئله اون که استاد نوری نه تنها یک شخصیت اسلامی یک عالم بودند بلکه واقعا یک شخصیت ملی بودند و ملت رو تاجیکیت رو نه تنها دوست می داشتند حتی در بعضی مسائل اونقدر تعصب داشتند که آدم گاه فکر میکرد که شاید در این نفر تاجیکیتش در بعضی حالتها
بالاتر از مسلمانی اسلامیتش میگیرد. یعنی در حالتی وقتی میدید که نسبت تاجیک و تاجیکیت ظلم میشود خیلی با تعصب رفتار میکردن. و من عذر اشارهایی که داملا محمد سید کردن درباره اندیشه استاد نوری که چگونه مسئله هجوم بر آسیای مرکزی و تاجیکستان را از طرف بیگانگان بهاگذاری میکردن. البته استاد نوری هیچ مشکلی با روس‌ها و با دیگر ملت‌ها نداشتن، اما اندیشه بلشویکی و مارکسیستی را همچنین اندیشه متجاوز می‌دانستند و فعالیتشون برای مقابله با این بود، برای رسیدن به استقلال، به هویت، استقلالیت هویتی و فکری تاجیکان. و من ایشان را نمیگم که ایشان در رأس حرکت استقلال خواهی تاجیکستان بود. من برایم در اول صحبت گفتم که مبالغه نکنیم. تاریخ استقلال خواهی تاجیکان شخصیت‌های خیلی بزرگ دارد، مثل استاد ساطع ملوغ‌زاده، مثل مومن قناعت، لایق شیرعلی، طاهر عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظرов، اصلانov که این استقلالیت رو امضا کرد. من استاد نوری رو یکی از این نفرانی میدونم که در رسیدن به استقلالیت تاجیکستان خیلی زحمت کشیدن و یگانه نفری هم هستند که در زمان شوروی برای با تهمت فعالیت ضد شوروی زندانی شدند. یعنی فعالیت ضد شوروی معناش اینو دارد که استقلال خواه هست این آدم. دیگر هیچ کس در تاریخ تاجیکستان با این ماده جنایی وارد زندان نشده است. یگانه شخصیت استاد نوری بود. اما من این رو در یک مجموعه افراد میدونم که استاد نوری را که اینا برای واقعا برای استقلالیت ملت زحمت کشیدن، تلاش کردن و میرسد حتما روزی که ما از این بزرگواران در یک جایگی نه اینها را جدا کرد، چون هر کدامشون یک سمتی داشتن. استاد نوری اندیشه استقلال خواهی مذهبی ملی داشت. برای مثال استادان طاهر عبدالجبار و لایق و اسدالدین صاحب نظرov اینا همچنین مسلمان بودن اینا هم، ولی بیشتر اندیشه استقلال خواهی ملی سیاسی را پیش می بردن. اینا در همبستگی در یک جایگی طبعا با هم توانستند روحیه استقلال خواهی ملت رو در مجموع چه در بخش دنیوی و دینی بیدار کنند که ما به این نتیجه رسیدیم و حتی کسانی را هم که نمیخواستن استقلالیت رو اعتراف کنند مجبور شدن این واقعیت رو بپذیرند که البته امروز دارن ظلماً و ناعادلانه ثمره‌های این استقلالیت رو به نفع شخصی خود استفاده می‌برند و دیگران رو از میدان استقلال خواهی بیرون کردن. تشکر. خب وقتی که ما در اختیارمون داشتیم وقتمون به آخر میرسه، خب در یک دقیقه میتونیم که خلاصه کنیم. یعنی من باید بگویم که استاد مرحوم استاد سیدعبدالله نوری شهید شدن و فدای کشور و قربان کشور و ملت و ارزش‌های ملی و مذهبی کردن. خب اما شخصیت متواضع بودن، این فراموش نکنید. حالا استاد یک سری اشاره کردن در نسبت استقلال خواها. از نظر من که همچون شاگرد بودم میگم که واقعا هم یک شخصیت استقلال خواهی بودن که مستقل از نهاد خودشون همین چیز ظهور کرد و همین چیز در او تشکل یافت و همین روحیه خب بزرگ شد و عملگرا شد و در همین راه عمل کرد. لیکن وقتی که درباره استقلال خواهی یا که درباره ملت اینها سخن می‌رفت، مثلا یادت باشد استاد میگه که من خودشناسی را از شادروان پروفسور باباجان غفورov از همون آموختم. وقتی من گفت کتاب تاجیکانی او را خوندم، خودشناسی ملی من از اونجا، یعنی یک روحانی، یک شخصیتی مذهبی علاقمندیش. یعنی که یاد دارم وقتی که در دوره همون شوروی بود، معلم ها و کسانی که اونها از حزب کمونیست بودن یک رقابتی سر بود. برای کدام پسری استاد بود که مکتب نمی رفت و خان نعمت بود یا که کدام پسرایش بودن، بعد اومد و گفت که امیره شما دانلا هستید و شاید که شما نمونش رفتن یک کردید. گفت که نه، امیر کلانسال بود اون معلمم دست بنجه کن. گفت که من گفت با معلم ها ارتباط قلبی دارم، با استادها ارتباط قلبی دارم،
پیغمبر ما هم چون معلم آمده است و من با شما با استادها با معلم ها ارتباط قلبی دارم و هرچی کمکی برای من لازم باشه که این در درس اشتراک کند من از وقتی دیگر جان کم میکنم و شما را کمک میکنم که این در درس اشتراک بکنند. یعنی این رو باید بگم که در برابر این که استقلال خواهیش یا شخصیت هایی که در اینجا هستند با اونها ارزش قائل بود و با اونها مساوی یا اینکه خود را هم از اونها بلند نمیگرفته در سطح همونها. تشکر زیاد از شما. برنامه ما دارد به پایان میرسد. تشکر از شما بر سخنان خیلی گرم و دلچسبتون. و از درگاه خدای منان استدعا داریم که همه شهدای ما و بخصوص استاد سید عبدالله نوری مورد رحمت خداوند باشد. تا برنامه دیگر شما را در پناه خدا میسپاریم. سلام علیکم. خاموشی بی